درود شما دوستان عزیز، فوکسو هستم و ما بازگشتیم با یک ویدیوی جدید، یک DNS جدید، یک DNS ماه. عرضم به حضورتون که این DNS خفن، عالیه، اما نهایت تا 1 الی 3 روز دیگه از کار میفته. یعنی نه رجسترش دیگه اون موقع به درد میخوره، نه پینگش. راهکار این موضوع حالا چی هست؟ راهکار این موضوع اینه که فقط اینه که دیگه هیچی دیگه، فقط اینه که چنل رو سابسکرایب بکنی، زنگوله رو بزنی، فردا DNS جدیدی که میذارم و تعویض بکنه، جایگزین این DNS کنی. این DNS هم واسه بچه های ایران خوبه، هم افغانستان و هم تاجیکستان که حالا نمیدونم، فکر نکنم فیلتر باشه PUBG، ولی واسه تمام فارسی زبانان جهان این DNS کار میده و بریم که با هم دیگه تست بکنیم. فقط سابسکرایب یادتون نره، یه لایک هم بذارید، دمتون گرم. بریم توی گروبال بچه. من دنبال پلیر بگردم، فقط اگر صدا بده در همزمان با ویدیو داره رکورد میشه عذرخواهی میکنم و روم از من انفور. برو بریم یکی به اون اینوایت بده و بریم باهاش رو بزنیم. من گوشیم هم از شارژ بکشم که چیز نشه. من دو پلیر فکر میکنم یا نه به اون درخواست رو نوشت دادم، قبول بکن. تیمون رفت حالا این بیرون. خب یه دونه روم 1 روزه داریم که میذاریمش و یوز میکنیم. بریم توی روم. گوجو هست اسمش، گوجو ایکس فلان، حالا هرچی. برو بریم که داشته باشیم. بچه موضوع واقعا برد و باخت نیست و موضوع اینه که شما فقط در این ویدیو رجستر این DNS رو ببینید، هدشات هایی که میزنه ولا غیر. بریم که در ادامه با هم دیگه ببینیم. خب بچه ویدیو زیاد رکورد نشه، امیدوارم که همینطوری باشه. یه انفور میگیریم با هم دیگه. صبح خیلی داشتم تیلیو میزدم، واقعا کاش صبح رکورد میکردم، چون تا صبح داشتم تستشو کردم. حدود 10 تا دست تیلیو تست کردم داخل روم، غیر روم، عادی، غیر تیلیو، مچه های عادی. فقط جون من صدا تیر بده، خیلی اوکی بوده. داداش صدا تیر. What the fuck boy؟ چی زد منو واقعا؟ بابا تیرام بهش نمیخوره هیچ کدوم. 20 تا تیر زدم هیچ کدوم نخورد بهش. موقع رکورد نمیدونم چرا اینقدر ایران سلام میشه وقتی رکورد نمیگیرم. واقعا وقتی رکورد نمیگیرم ایمم عالیه، ولی رکورد که میگیرم بچه یه قفل میکنه، یه دقیقه دیگه تکون نمیخوره. کنم از مشکل اسکرین رکوردری که دارم باشه. فقط داداش اینوری نیومدی تو، باید میومدی اینوری. من که دست ما میبینی یه جا قفل میکنه، تکون دادنش خیلی سخته تو فایت های کلوز، واقعا مشکله. بزرگی بچه من رکوردرم عوض کنم، یه رکوردره خود دیوایس مثل این که جوابون نیست. من همش چقدر خوبت میزنه، چقدر خوبت میزنه. من واقعا صبح داشتم با این DNS بازی میکردم، واقعا خوبت میزن. حالا نمیدونم چرا الان اینطور شده، واقعا بد هدشات میزن. حالا من ایمم خرابه وگرنه
خیلی خوب داره هدشات میکنه. من با هلمت همو نگاه میکنم، فکر کنم چندین درصدش رفته قشنگ. بابا دوتا بازی یه دونه هد معمولا میندازه. اینجوری نیفتاد خدا رو بس. میبینی بچه ها این من رو کانتینر قفل شده چون نمیمد این. اگه من بات بازی در میارم بچه ها بخاطر رکوردرم عوض بکنم که این اتفاقات رخ نده. خیلی خوب دمیج داد. باید فرار کنم. هلمت همو میبینی؟ هلمت همو خیلی خوب دمیج داد. بیشتر داره هد میزنه. باید تیدی بازیش خوبه. بچه ببین هدمو واقعا خوب زد. واقعا ایمش رو هدم بود. یعنی من الان کارکترش اینجوری بود. کارکترش اینجوری بود. واسه این فهمیدم خوب داره هد میزنه. ببین ایمم قفله. میبینی ایمم قفله لامصب. با ایم قفل زدمش. هدمو انداخت. نوستم انداخت. یه لحظه پشمام گفتم هدمو انداخت. گفتم چند تا تیر زدی تو که هده منو بندازیش. چون تو موقع داره هد میزنه. تیراش تموم نشد. پیکم نمیدم دارم. فکر کنم با پیکم رو بذاره میبر. از سنگوش بچه با فکر کنم بریم بیرون. از سنگوشی اسم کنم ما باید لفت بدیم و دیگه حالا خیلی دمیج بودم واقعا خایه نداشتم دارم اونطورش. بد اومدی نه بد میومدی. اوف داشتی هدو داشتی بازیو. دقیقه چند بود این اومد؟ وای تیران تمامه. اگه هد زده بود من افتاده بودم. تا حالا ایمم چقدر بده. ایمم رو زمینه. خدا ریلودش اومد گفتم بذار برم کلوزشو زدم با اینکه یه لگه ریزم گرفتم. دیگه واقعا خیلی رست نداشتم با خودم رو نید میکردم.
آتو خوب زد بچه، واقعا خوب زد اینو. جسته رو داری که چی زد واقعا جیجی. رو هدش بودم و اگه فکر کنم فیسش بالاتر من اونجا رو جسته کرد. جفتان تخمی دم اینجا. آخ خوابید، من داشتم میبردم رو هدش، خوابید همونو. بچه خیلی بد دمیجم، خیلی بد دمیجم. تو اونم دمیجه. دیگه واقعا نمیشه اینجا کاری کرد، با اختلاف 6 7 دارم میخورم. بس تیر بزن حالا ببینیم. من که دمیج دارم. آخ حاجی دقیقا یه دونه تیر دیگه میخورد میافتاد. دقیقا میگم شات رو دیدی؟ شات رو دیدی خدایی؟ جیجی بهش میگم. خب آقا بریم که دی ان اس رو بهتون نشون بدیم. خب بچه ها دی ان اسی که داشتم استفاده میکردم بالایی 133 10 20 10 با پایینی هم 10 202 10 11 تمام شد و رفت.